کودکی که چند ماه پیش در میدان هوایی کابل دریافت گردیده بود امروز دوباره به آغوش فامیلش برگردانده شد. در حدود 5 ماه پیش پس از آن که فامیل هین سفر به خارج از کشور کودکشان در میدان هوایی کابل جا ماند، یک هموطن افغان با دریافت وی او را سرپرستی می نمود. منصوبین امنیتی حوزه 15 شهر کابل پس از شناسایی و تثبیت هویت فامیل اصلی این کودک وی را امروز دوباره به پدر بزرگش تسلیم نمودند. طفلک چیز 5 ماه پیش یافته بودیم از میدان هوایی، فعلا در حوزه 15 امنیتی شهر کابل هستیم. دیگه این بابای بچگک آمده چیز از آمر صاحب کنترل اوضاع ما هستم اونجا، میخوایم برش تسلیم کنیم. دیگه از این بعد مسئولیتش از سر ما خلاص شود که بعد از این به ما جنجال نشه که سوار که بیایی بگی به ما چه طفل ما را بتین. طفلشان ما تسلیم دادیم داخل حوزه رسمی چیز از امارات اسلامی هم در جیران است، آمر صاحب کنترل. دیگه اینجا این بابیش است، اونو چیز شویمهش است پنجشنبه. دیگه میخوایم برشان بتیم. عامل جان و خانمشان تفلک بسیار زحمت کرده، خدمت کردن. ما از هر یک از اینا سپاسگزار هستیم، ممنون احسان از اینا هستیم که اینا این تفلک بسیار خوب نگاه کردن.